زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. عزیزان دل و دیده، بیننده های عزیزی ما، سلام میرسانیم به هر یک شما که با ما هستید. البته با ما باشید. من امروز آمدیم، روز از روز ما در راه های دور سفر میکنیم. امروز آمدیم با کمانگران برای تبریک کردن خانواده مرادکه گلشنایتی از نام خانواده تمکینکه و نصیبایتی، از نام فرزندان نزدیکان از راه دور، از نام امیدکه، از نام شهرزادکه، از راه دور، از مسکو، از سمندرکه، کامیلکه و از اسرائیل از نام انگپاشا نظیرایتی تبریک میگوییم. یک چند لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم زنهای زیبای امروزه خانوان، مادران مهربان. البته امروز ما فهمیدیم که در این خاندان بسیار هم زیبا، در این کاشانه یک روزی خرسندی، روزی زادروزی مادری مهربان گلشنایتی جشن شده ایستاده است و البته گلشنایتی را همراهی پدر عزیز خاندان مرادکه به نظر ما تکلیف میکنیم. یک تا قرصکی زیبا میزنیم به نظر ما تکلیف میکنیم. مرحبا. خوش مهربان کنید شما قوت دلش رو نزدیکتر استیم کنید. مرحبا. السلام علیکم. گلشنایتی امروزه زادروزتان مبارک باشد. امروزه مولود خجسته‌تان را صمیمانه تبریک میگوییم. ما شمایان را تبریک گویی آمدیم از نام عائله تمکینکه، از نام خالجان عزیزم نصیبایتی، از نام فرزندانشان امیدکه، شهرزادکه، از نام کلینها، از نام جگرگوشه هایتان که در راهی دور هستند، در مسافرت هستند، از نام سمندرکه، کامیلکه و از نام خواهر نازنین نظیرایتی شما را تبریک میگوییم. نظیرایتی چندین بار تاکید کردند که خالجان عزیزی ما همچون مادر ما و جان برابر و مهربان هستند. امروز زادروزشان است. امروز از صمیم دل تبریک کنید که من انسان با مسافری برایت و سفرها براید اگر با قدر و قیمت و نزدیکان و یار و برادران میرسیده است. من بسیار دوست میدارم خالجان عزیز ما، همچون مادرم دوست میدارم. میخواهم که هیچ وقت خسته نباشند و کسل نشوند. امروز که روزی خرسندی هم روزی زادروزشان هست. هم تبریک کنید که باز یک صاحبی نبیره گشتن. امروز روزشان مبارک باشد. امروز برای خالجان عزیزم گلشنایتی چقدر شعر خوانید کم است که ارزنده و زیبنده است. مادر را وصف کنیم، چقدر سخن گوییم، چقدر شعر و ترانه خوانیم کم است و می ارزد. من همین پهلوان با آمدنش این خاندان را بسیار هم زیبا و خوشنود و خرسند کرد. بسیار مبارک باشد. مبارک باشد. مادر مهربان از شما اجازه پرسیده از نام نظیرایتی یک میخواستیم شعر را برای شما خوانده دیم. نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوت جان و دل و عقل رسایم مادرم. من ز لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال، قوت جان و دل و عقل رسایم مادرم. الله‌های فارم و پند و نصیحت‌های تو شد سرودی زندگی با بقایم مادرم. در سرم بشکفته گل‌های سفیدی آرزو، باعث اوج من و نشأه نمایم مادرم. بر قدی خم گشته و چین و جبینت جان فدا، اول و انجام من صبح و صفایم مادرم. خالجان عزیزی من یک ایمانشان با قوت و پرقوت است. بسیار هم یک زنی عاقله، زنی بسیار هم زیبای خاندان هستند. میخواستیم که آنها را حاجیانه گفته جیغ زدن نصیب کند و البته نیت کرده یک کتابی بی‌بهاترین، کتابی از همه قیمت بهاترین را آماده کردیم که با نام کتاب قرآن است. برای علمان مادر عزیزی ما، برای خالجان عزیزی ما یک قرصک بزنیم. کتاب قیمت بها را میسپارند. زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. و البته در اینجا یک عکسی زیباست. گلشنایتی در اینجا یک عکسی خاطرمان و تاریخی رو ما آماده کرده ایم.
البته حاضر توفه ها را سپارد. انگشترین طلا از نام نزدیکان مبارک باشد. مبارک باشد. مهمانان عزیز، انسان از دیدار خواهر و برادر و نزدیکانش چهره پدر و مادر را می‌کافت است و در دیده او همون نور خداداد را می‌دیده است. امروز حاضر نصیب خاله برای من گفتن که خواهر عزیز من با جای مادر برای ما انسانی نزدیکترین هستند. ما دوست می‌داریم. هر یک روز خرسندی ما، هر یک روز خوشبختی ما با نصیحت‌های همین‌ها می‌گذرد و از نام من رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیدار گسل صبح است که صد و بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض و روزگارم خواهر. در دیده من محبتی این دنیاست، من یاد تو را و دیده دارم خواهر. حاضر در اینجا از نام خاله جان عزیزم یک عکس زیباست. البته مادر مهربان هم جایم میکشاییم نزدیک. مرحمت کلید ها نزدیک شده، یاردم کنی یک تا عکس زیبا رو کشاییم برای مادر مهربان. یک خرسکی بخواه زمین زادرز مبارک باشد. ای زادرز مبارک. این لحظه باشد سخنهای خود کردی خاله جان عزیز. البته نصیبایی که تقشیر که تبریک میکنند بعد از آن شیرینی رو یک جای میبریم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. امروز زادرزی اویتم من است. اویتم سر بدارم. پیر و بدولت شما. پچم کتی خوش پیر شما. حضوری نیوره بینم. بون نیوره دار شود. بچه که میروب دوتا شود. الهی سرش دوتا یکک شود. اپشتی و حضور و حلوت بیند. توی تماشا بیند. سری محمد سوخ سلامت نموخ. اپشتی همینه روز و روشنای دیگه گرده موان. رحمت سلامت باشد، مبارک باشد. امروز روز خرسندی را مادر مهربان در حقیقت یک روز خرسندی بوده است. در حقیقت خاله جان بدیل نزدیک بودید که خود از اسرائیل و از روسیه برای شما تبریکنامه فرستادند. از نام خاله جان عزیز، از نام عائله تمکین شما را بار دیگر تبریک میگوییم. امروز نیت کرده حاضر میبینیم که امین رقم ها را خطا انتخاب کرده. نه 28 ساله شده، نه من گفتم که نه 28 ساله شده گفته. امروز همین شیرینی را یک جایم میبریم و نزدشان خیلی فرزندشان تکلیف میکنیم. بادر رو پیر نکنید، حالی 28 ساله 58 نه. مرحبا. خیلی شبها رو گیرانید کنید. مرحبا. مبارک باشد. Happy birthday to you.
باشد نیت کرده خاموش میکنیم. مرحبا. زادروز مبارک. مولود خجسته را صمیمانه تبریک میگویم. مبارک باشد. بگذار 120 ساله شوند و در این خیلی بزمهای زیبا بوده باز تبریک کردن نصیب کند. مبارک باشد. گلشنایی امروز روز خرسندی بگذار همیشه باشد و آمده شمایان را هر سال علامتین تبریک کنیم. سالهای نزدیک به آمده حاجیانه گفتن حج آشی کنندگیشون رو تبریک کردن نصیب کنند. حاضر گفتن که بشارت دایتی تا شرکت تبریک میکنند. کنه خداشان را تکلیف میکنیم. مرحبا. بشارت دایتی نزدیکتر میستیم تا شرکت تبریک میکنیم. مرحبا. سلام علیکم. من لیکن مهمانوی مهمونتوی گوشن خودم امروز برسون در پیری به دولت شد خودتون حاجی باشد با سر بچه کش به جیره کش به خواهرکش به هم خواهرش هم بودره هم جلو که نسل خواهرش تشکیل کدام این هم رحمت کلام رای دور نیم دو تچگش بیم رحمت همون جایی اخلاق هم کار تشکیل کدایش به اولو پسرکش بیم رحمت کلام برای بیکش من دو بله کجا جوز در زیاد فردا من هم دل که رسوندگش رحمت کلام با حاجی باش در دکت حاجی بخشم بیت حاجی بخشم خواهرکتن پیری با دعوا شد اخوان نور شد و بچه یک گلشتون هم نکتم اون دیتم رحمت اعتبار میاد شد رحمت سلامت باشن مبارک باشن. کنی نبیره ها تبریک کنن. مادرم جان و دلم به تو جهان را جا کنم همه مهربان توی من دیگران را جا کنم کی خالون تقصیرت آنها جانlar assalom bizni beyfini bakar ona canlar assalom ona can bizden boşu ben dadama tepkime telefon ederim o basar bakıdole مرحبا کنی فرانگیز بانو تبریک میکنیم می؟ ona can زلزلتون که از زمین نبیره ها سخنهای نکرار شنویده من دریانتان همچون شامسوتون شده قوت دیر شده پسرتان ایستاده نه تا خشنو کده از نامی برادر میخواستیم سخنهای نکشونه شنویم کنیم. مرحبا. اولا برو السلام علیکم همه خوش گیتیler. Bana
Hamalaringga rahmat kelganlariga mana onam, otam hajga borib hoji ona hoji bobo bo'lib ketsinlar. Hoji ona hoji bobo. Rahmat hamalaringga. Rahmat, salomat bo'lsin. Akron, Gulshan oyti, Nasiboyga xushru kadar. Mana در اینجا زنهای زیبا که ما رو ویدیو میگیرن، هم ما آنها رو به رقص تکلیف میکنیم. خوشرو kadar زیبا کردن میرقصیم. شمایان زیبی دوران شده امروز بزم رو زیبا میکنیم. بعد هر یکی شما تشکر میگویم. سلامت باشن در خدمت شمایان گروه شهرنامه بودن. رحمت، مرحبا. من دوستان عزیز یک لحظه های خرسندی را علاقه گذراندیم. حاضر در اینجا زنهای زیبا، زنهای صالحه آلودی خونی میکنند و این شام گذشته در اینجا یکی کلان پر از سملک بود. در آنجا فرشته ها آمدن سملک را کافتند و آن را نیز پیشکشی مهمانانی خود کردند و آن لحظه ها را نیز پیشکشی شما میکنیم. با ما باشید. الهی مطلبیم سنده دور حمد و ثنا افضل انبیا مصطفی بر دوام بزدین سلام ای شفاعت استگن هر خاص و عوام تین میتین گزلر السلوات و السلام السلوات و السلام علیک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله یا حبیب الله یا حبیب
الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا خير خلق الله. امروز در این خاندان بیرام بوده است. من یک شب بگاه یک تمام ملی سوملک را خوندیم. 30 ملک ها آمده در اطراف سوملک کافتین و من امروز باز مادران مهربان در این خاندان برای تبریک حاضر هستم. ما مادر مهربان با گلشنایتی چقدر فنهای نیک کردیم، تبریک کردیم. امروز که روزی زادروزشان است و گفتند که البته نیز مراد بابا را تبریک گویید با تولد شدنی دوامچی سلاله شما نور محمد با آمدنش این خاندان را فیض و برکت، خرسندی، خوشبختی بیارد. یک فرزندی صالح شود و مانند شما انسانی نکونام شود. انامید خلق ارگود و خدمت میکرده که یک فرزندی اصیل شود. امروز از نام تمام مهمانان امروزه شمایان را صمیمانه تبریک میگوییم. بگذارید خاندان ما فقط توی و تنتنه باشد. همراهی مادر عزیز گلشنایتی حیات خوشبختانه را بسر برید و 120 ساله شوید. هیچ وقت پیر نشوید. دمی پیری و دولت پیری دیده حاضر نیت کردیم که حاجی بابا و حاجیانه کنید. در حج آشی شمایان آمده ما شمایان را تبریک کردن نصیب کند. امروز بزم زیبا مبارک باشد. فرمودند ای پدرجان خاک پایت می شوم، وقتی پیری من عصایت می شوم، با همه دار و نداری زندگی روی حوله کفش پایت می شوم. میگویند فرزندان عزیز گفتند که بعد از چند روزها پدر عزیز ما نیز زادروز دارند. البته تبریک گوید که پدر ما برای ما شاخستون هستند، کتابی پند و نصیحت های ما هستند. ما نه فقط راهی راست با ما را فقط برای نیکی خوبی هدایت میکنند. رحمت برایشان. امروز روزی خرسندی است، روزی تاریخی است. یک تا از زبان پدرم تبریکشان را شنوید. گفتند مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز و میزبانان. پروردگار من همه روزهای ما هم با پروردگار یار دیده است. هم ماتان چی نیت کردتان، نیت مراد و مقصدتان مرسیتان. پروردگار من همه آسمان و زمین یارت کرد، آدمی ذات مکرم و معظم کرد. برای چی هم ناز نعمت، من همه ششت خیز، من همه فضیلت ها همش برای انسان است. همین نیت کرده در اومده در دروازه که از اله پروردگار آسمان همه مصفا و زمین همه مبارک کند، وطن ما تنج آسایشته شود. من راه مسافره که رفته که راهشون بخطر شود، یورت ما تنج آسایشته برقراری پور و پیمان شود. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله اصحابه اجمعین برحمتک یا الراحمین. رحمت مبارک باشه. امروز روز خرسندی سعادتمندی را مبارکباد میگوییم. اکنون مرادمک از دست گلشنایتی نزدیکتر میستیم. از دست مادر مهربان یک تا شمایان را رسم میگیریم. اینقدر باشد عزیز و معتبر مادر پدر، در عزیزی هر یک شیرین ترن از همدیگر. بهر فرزند خود غمخوار و دانا و انیس، حاضر جواب و راستگوی، آزاده و شیرین سخن. بیننده های عزیز امروز آمدیم با ارگود برای تبریک کردن پدر مادر مهربان. آنها را تبریک کردیم، آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. نیز در این روزهای خرسندی در خاندان شما با چنین کیفیت اعلا، با چنین سرودهای دلانگیز و رقصی مهمان شما میشویم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زادروز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.
دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریکی شما گویم از بزم و طرف شادم تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم
سیلا کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه